تریگری رو که من بهش خاصیت پنهان شدن دادم و وقتی دونت شو رو میزنیم دیگه حالت مخفی بهش میدیم. خب الان به شما اگر ویندوزم 10 یا 8 بود، ویو آپشن، متوجه شدید؟ این قسمت فقط متفاوته، ویو آپشن. پس من رفتم روی پوشه، تکرار میکنم، راست کلیک کردم، پراپرتیز رو زدم، رید اونلی رو تیکش رو برداشتم، هیدن رو تیک دار کردم و اوکی کردم. اگه ویندوزم 7 بود حتما از بالای صفحه تولز فولدر آپشن، اگه ویندوزم 8 یا 10 بود از بالای صفحه ویو گزینه رو خود آپشن یک کلیک میکنم. این صفحه به صورت مشترک تو هر دوتاش باز میشه. این صفحه به صورت مشترک تو هر دوتاش باز میشه. از بالا تب دوم ویو نگاه کنید، دونت شو هیدن دارم، شو هیدن دارم. الان که کم رنگه یعنی رو حالت شو هیدنه، یعنی فعلا اون چیزی رو که من خاصیت مخفی شدن بهش دادم و نشون بده. من میگم دونت شو هیدن و اوکی میکنم. اوکی که کردم، همونجور که متوجه شدید نگاه کنید توی درایو ای من دیگه پوشه کانونی دیده نمیشود و دیگه دم دست نیست. حالا وقتی دم دست نیست دیگه کسی که میخواد دنبالش بگرده معمولا فرصتی هم که نباشه دنبال گزینه هایی میگرده که دم دست تره. بعد از این که من از دوباره اومدم پای سیستم نشستم، میتونم پنجره کامپیوترم باز کنم، بیام تو درایو ایم رو باز کنم، ویو آپشن، از بالا تب ویو شو هیدن نشون بده مخفی ها رو و اوکی کنم. ببینید برگشت. حالا خیلی میگن خانم میگه یکم کم رنگه، اینش رو چیکار کنیم؟ باز روش راست کلیک کنید، پراپرتیز رو بزنید، هیدن رو تیکش رو بردارین، همین اوکی. یعنی خاصیت مخفی شدن رو ازش بگیرید، تموم شد، درست شد، مثل یه پوشه یه فولدر یا پوشه عادی شد و دیگه مشکلی نداره. لطفا تمرین کنید توی جزوه‌تون، هم قسمت مخفی کردن آیکون ها برای ویندوز 7 رو توضیح دادیم، هم در کنارش روبروش نحوه مخفی کردن رو در ویندوز 10 آموزش دادیم که چون یکم متفاوت بوده دوتا رو گفتیم که حواستون باشه و دقیق کار کنید. مراقب خودتون باشین. مشکلی بود من در خدمتتون هستم. موفق باشین.